أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول و تسویتها و تراصی فیها. یعنی که باب در مسئله فضیلت صف اولی نماز، در اولین صف رفته ایستادن چه فضیلت و ثواب دارد، و الامر به اتمام صفوف الاولی، و همچنین این باب در مسئله امر با پره کردن صفهای اول است. یعنی صف اول باید پر کرده شود، بعد صف دوم پر شود، بعد صف سوم. خلاصه صفها را باید پر کنند. و تسویتها، باب همچنین در مسئله برابر کردن صفها هست. یعنی صفها باید راست باشد، صفها پیش و قفا و کجله نباشند، بلکه راست باشد. و تراصی فیها، همچنین باب در مسئله تراصی است. تراصی یعنی که به یکدیگر نزدیک شدن و به یکدیگر چسباندن. یعنی که پا باید به پا بچسبد و کتف به کتف باید بچسبد. هر دی اینها را چسباندن در نماز این امر مشروع و شرعی هست که باید انسان رعایتش بکند. پس این باب در همین مسئله ها گفتگو میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث ها میارد. اولین حدیث این باب حدیث 1081 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1081 میگوید: عن جابر بن سموره رضی الله عنهما قال، یعنی که از جابر بن سموره رضی الله عنهما روایت است که گفت: خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، یعنی برآمد میگه نزد ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گفت: الا تصفون کما تصف الملائکه عند ربها، گفت آیا صف نمیبندید شما چطوری که صف میبندند ملائکه ها در نزد پروردگارشان؟ فقلنا، پس حضرت جابر ابن سموره میگد گفتیم که یا رسول الله و کیف تصف الملائکه عند ربها، میگه گفتیم که رسول الله و چگونه صف میبندند ملائکه ها در نزد پروردگارشان؟ قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یتمون الصفوف الاوله، یعنی پره میکنن صفهای اول را، صفهای پیشینه را پره میکنن، بعد صفهای بعدیش در صف نو میبندن. و یتراصون فی الصف، و میچسبند با یکدیگر در صف. یعنی وقتی صف ده ایستادن کسانی که در برشان هستند به یکدیگر میچسبند، به یکدیگر بسیار نزدیک میشوند و صف میگیرند. این گفت طریقی صف گرفتن ملائکه ها هست. پس ما هم وقتی که الله تبارک و تعالی را عبادت میکنیم در حالت نماز با جماعت خواندن، باید به مثل ملائکه ها چکار کنیم؟ صف بگیریم. اول صف پیش پر کنیم، بعد صف نو را شروع کنیم و همچنین در صف باید با یکدیگر بسیار نزدیک بیستیم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده که هست. این بود حدیث 1081. بعد از این حدیث 1082: و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاولی، یعنی اگر که میدانستند مردم، اگر که میفهمیدن، آگاه میشدن مردم، ما فی النداء و صف الاولی، آن فضیلت و ثوابی که در اذان گفتن و در صف اول هست، ثم لم یجدوا الا ان یستهیموا علیه لاستهموا، پس میگه لم یجدوا، یعنی که برای به دست آوردن ثواب چاره پیدا کردن نمیتوانستند، راه پیدا کردن نمیتوانستند، الا ان یستهیموا علیه، مگر اینکه باید قرعه کشی میکردن برای به دست آوردن این ثواب.
لست همو پیغمبر گفت که حتما قرعه کشی میکردن. یعنی اگر مردم همه میدونستند در اذان گویی چی ثواب است، در صف اول چی ثواب است، هر کس میخواست که اذان گو شود و در صف اول بیستد. پس همه طلبگار که میشد بعد چیکار میکردن؟ قرعه کشی میکردن. قرعه نام کسی ببروید همون اذان بگوید، یا نام کسی در صف اول ببروید همون در صف اول بیستد. قرعه کشی میکردند. این حدیث متفق علیه هست. این بود حدیث 1082. بعد از این حدیث 1083 کتاب ریاض الصالحین و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها، یعنی بهترین صفان مردها اولش می باشد. صف اول بهترین صف نماز برای مردها هست. و شرها آخرها، یعنی بدترین صفهای مردا آخرین صفشان می باشد. و خیر صفوف النساء آخرها، و بهترین صفهای زنها آخرین صفشان می باشد. و شرها اولها، و بدترین صفهای زنها صفهای اولشون می باشد. چرا؟ یعنی سببش در چه است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو گفت؟ سببش در این است که اختلاط، یعنی با مردها یک جا شدن، این زنهای بیگانه با مردهای بیگانه یک جا شدن این بسیار بد است. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی در نماز وقتی که قرار میگیرن، اول در یک مسجد که نماز میخوندن صفای مردا بود میشد، صفای زنها شروع میشد. در یک مسجد بودن، از زنهای قفا بوده با مردایی که در آخرین صف هستند بسیار نزدیک بودن. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بدترین صف مردا آخرینشون است که به زنها نزدیک است، و اولی صفهای زنها بدترین صف است زیرا که به مردها نزدیک است. این در حالتی است که اگر که زن و مرد، یعنی که مردا را صفشون بود شود بعدش زنها باشد، بعد این حکم صادر می شود. اما امروز مثلا جدا کرده که اصلا مسجد مردا دیگر است و مسجد زنها دیگر است که یک دیگر را نمی بینند. در این صورت حکم چی است؟ حکم همین است که صف اول زنها بهترین صفاشون هست، ثوابشون زیادتر است از صفای آخری که بعداً میاد و در صفای اخیر می ایستند. زیرا که اونجا دیگر این اشکال یا که این سببی که برای بدترین صفهای زنها گشتن که به مردان نزدیک بودن بود، این از بین رفت. از این حساب اون حکم از بین می رود. اگر یک جا باشد پس همین حکم صادر می شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. یعنی در زمان پیش یک مسجد می ساختن، در اون مرد زن بگیم در صفای پیش مردا بود، در قفا زنها. اما امروز الحمدلله که مسجد زنها جدا است، مسجد مردها جدا است، با یک امام که میخوانند. از این حساب حکم دیگر است نسبت به این طور نمازخوانی ها. خب بعد از این حدیث 1084 کتاب ریاض الصالحین و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى فی اصحابه تأخرا فقال لهم، یعنی که از ابو هریره، از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى فی اصحابه تأخرا، یعنی دید میگه در اصحابش تأخر را، عقیب ماندگی و خب عقیب ایستادن رو که اصحابش مثلا قفا می ایستند، یعنی که قفا ایستادن رو دوست می داشتن یا که خودشون را به عقیب می کشاندن. فقال لهم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم براشون گفتن، برای اصحابش گفت که تقدموا فاتموا بی، تقدموا فاتموا بی، یعنی که تقدموا یعنی که پیش بیستین، فاتموا بی پس به من اقتدا بکنید، فاتموا بی یعنی که به من اقتدا بکنید، یعنی پیش بیستین پس به من اقتدا بکنید. ولیأتم بکم من بعدکم، و باید نیت بکند، یعنی بیستد بعد از شما کسانی که بعدتون هست.
ولیأتم بکم، یعنی پس از شما بیستد، من بعدکم، کسانی که بعد از شما هستند. یعنی شما به من نزدیک بیستید و من نیت بکنید و بعدینها در پشت شما بیستند و بعدینها در صف بعدی، یعنی صفا را بگیرید. لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم الله، یعنی که همواره و همیشه قومی که دیر بگیم قفا زنی میکند، قفا میستند، حتی یؤخرهم الله، تا اینکه الله سبحانه و تعالی اونها را به تأخیر می اندازد، به عقیب می اندازد. یعنی که علما میگن به عقیب می اندازد، یعنی که از رحمت الله تبارک و تعالی عقیب میموند. کسانی که در صف عقیب ایستادن رو دوست می‌دارند و عقیب می‌ایستند و بگیم میگریزند از پیش، پس از رحمت الله تبارک و تعالی دور میمونند. این یکی از معناهاش است. بعضی علما میگن حتی یؤخرهم الله، یعنی که الله سبحانه و تعالی علاقمندی به کارهای خیر رو از دل اون انسان دور میکند. دیگر اون انسان در کارهای خیر علاقمند نمیشود، دست به کار نمیشود و شوق و محبت دیگر به کارهای نیک میگه پیدا نمیکند. باید انسان در این طور جایان در صف ایستادن کوشش کنه که صف پیشتر بیستد. چند قدر میتونه اون قدر در صف پیشتر ایستادن براش یکم رحمت است، دوم علاقمندی کارهای نیک در دلش جایگیر می شود. این بود حدیث 1084 رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده که هست. بعد از این حدیث 1085 و عن ابی مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یمسح مناکبنا فی الصلاة و یقول، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم یمسح مناکبنا، یعنی که دست میکشید بر شانه های ما در نماز. مقصدش چیست؟ یعنی که بگم شانه ها منقبیده در صف راست مون میکرد. فهمو؟ یعنی که برای راست شدن صف راست میکرد. تو کسی بگم قفوتر میشد از شانهش از کتیفش قبیده پیش میآوردش، کسی که پیش از کتیفش قبیده قفا میبردش تا اینکه صف راست شود. و یقولو، و بعد از راست کردن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که استو، یعنی برابر بیستید، راست بیستید. ولا تختلفو، یعنی که اختلاف نکنید، یعنی پیش قفا نیستید. فتختلف قلوبکم، پس دلهای شما دچار اختلاف می شود. وقتی که شما پیش قفا می ایستید، منظم نمی ایستید، راست نمی ایستید، پس دلهای شما دچار اختلاف قرار می گیرد. لیالینی منکم اولو الاحلام و النهی، یعنی که باید بعد از من بیستند از شما اولو الاحلام، یعنی کسانی که به بلاغت رسیدگی هستند. یعنی بعد در صفای پیش باید کسانی بیستند که به بلاغت رسیدگی هستند و نوها، و کسانی که عاقل هستند، عقلشان پره هستند، بعد از بگیم در صفای پیشینه بیستند. یعنی کلان سالان و کلان ها به بلاغت رسیده و با عقل ها در صفای پیش بیستند. اما کودکان و اینها باید در صفای چی بیستند؟ در صفای قفا. ثم الذين يلونهم، بعد از آن کسانی که بعد از اونها می آید، یعنی که انسان های با عقل و انسان های با بلاغت رسیدن در صفای پیش بیستند و انسان هایی که با بلاغت رسیدگی نیستند اونها از صفای بعدینه اش بیستند. و انسان های بگم زن ها که هستند اونها بعد از کودکان می ایستند. فهمیدین؟ طریقی صف گرفتن به همین طریق است که اول با بلاغت رسیده ها می ایستند، بعد کودکان می ایستند، بعد اگر که خنثا باشد اون کسانی که مرد زن هستند اونها که باشن خنثا، اونها که باشن اونها بعد از کودکان می ایستند، بعد از اینها که می ایستند زن ها می ایستند. این طریق صف گرفتن است. برای خاطر پیغمبر گفت که ثم الذين يلونهم رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1085. بعد از این حدیث 1086
و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سووا صفوفکم فان تسویه الصف من تمام الصلاه. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که راست کنید شما صفایتون رو. سووا صفوفکم یعنی راست و منظم بکنید شما صفایتون رو. فان تسویه الصف من تمام الصلاه، پس هر آینه راست کردن صف از کامل بودن نماز است. یعنی که انسان وقتی که نماز صف راست میکند دلالت به پره بودن و پره گشتن نمازش میگردد. این حدیث متفق علیه است. بعد از این میگوید و فی روایت البخاری، یعنی در یک روایت دیگر در بخاری آمدگی است که فإن تسویه الصفوف من اقامت الصلاة، یعنی پس هر آینه راست کردن صف از برپا داشتن نماز است. صف راست کردن از برپا داشتن نماز می شود، یعنی به جا آوردن نماز است. یعنی که یکی از مهمات نماز این است که انسان باید صفش راست بکند، در صف باید چقدر راست بیستند. این بود حدیث 1086. بعد از این حدیث 1087 و عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت اقیمت الصلاة، یعنی قامت گفته شد برای نماز، قامت نماز گفته شد. فاقبل علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم بوجهه فقال، پس میگه روی آورد به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف ما، بوجهه یعنی رویش را به طرف ما گردانید و فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اقیموا صفوفکم و تراصوا. اقیموا صفوفکم یعنی راست بکنید شما صفایتون رو، صفا را راست بکنید. و تراصوا یعنی با همدیگر بچسبانید، در کسانی که در پهلوتون است، در برتون است، با اونها بچسبانید. فإنی اراکم من وراء ظهری، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر آینه من میبینم شما را از پشتم، یعنی هر جایی که من روم به طرف قبله باشد میگه من شما را از پشت میبینم. این خاصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نماز بود که حتی در پشتش ایستادگی ها را هم میدیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این یعنی که صفتی دائمی پیغمبر نیست، بلکه خاصی برای نماز است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز روش به طرف قبله میشد، صف قفا را همچنین میدید. این خاصیتی خاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نماز است. رواه البخاری بلفظه و مسلم بمعناه، این حدیث را امام بخاری به همین لفظ روایت کرده است، اما امام مسلم به همین معنا روایت کرده است. اما این لفظ نیست و اما معناهاشون یک هست. و فی روایت للبخاری، در روایت امام بخاری آمدگی است که و کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه. ماشاءالله، ببین سنت این طریق است. و کان احدنا میگه بود هر یک از ما اصحاب پیغمبر یلزق منکبه بمنکب صاحبه، یعنی میچسبانید کتیفش را به کتیف کسی که در برش است. کتیف را در کتیف کسی در برت هست چسباندن این سنت است. و قدمه بقدمه یعنی پایهایت را چسباندن به کسی که پایش در برت است، یعنی که کسی در برت است به پای اون چسباندن. پس سنت چسباندن هر دوش است، نه اینکه یک تاش. بعضی را میبینی کتفا را میچسبونند اما پایها را نمیچسبونند، این خلاف سنت است. یا بعضی ها را میبینی پایها را میچسبونند اما کتفا را نمیچسبونند، این هم خلاف سنت است. سنت این هست که هم باید کتف بچسبد هم باید پایها بچسبد، یعنی کتفت را در کتف کسی که در برت است بچسبان و پایها تا کسی که در برت است با قدم و با پایهای اون بچسبان. پس سنت این است، باید هر دوش یک جا اجرا شود. پس این
عمل کردن به سنت است که این را امام بخاری رحمه الله روایت میکند برای ما و شما. پس این بود حدیثی 1087. بعد از این حدیثی 1088، این حدیثی 1088 را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.